سلام بچه ها، این ویدیو کل یومن 3 دقیقه خورده بیشتر نی. حالا این 3 دقیقه رو یا با من کنار بیاین 2 دقیقه این 3 دقیقه رو یا الان میخوایم بزنیم ویدیو بعدی. ببینید من الان گفتم میخوام لایو بذارم و توی لایوه بیام چی بهش میگن گردونه بزنم براتون. فکر کنم حالا نمیدونم کی میزنم، حالا کی بزنم بگم لایو کی میزنم، حالا بعدا بهش فکر میکنیم. ببینید مثل اینا که هستن مثلا میان گردون میزنن به اسم مثلا فلان، به اسم بیسار، به اسم اون فلان، اینجوری. مثلا من به اسم شماها اگر خواستین گردون رو بزنم، نمیخواین نه هیچ. دو، میخوام حالا اگه شد 40,000 تا، شاید هم کمتر، معلوم نیست، بزنم برای چیز، برای سی پی بزنم برای کالاف. چجوری یه سایت برنامه است بیشتر، اقساطی تو میتونی ازش سی پی بگیری. یعنی اقساطی یعنی که مثلا تو هر ماه مثلا این یه مقدار از اون کارتی که مثلا شماره کارت تو بهش دادی مثلا کم میشه. یعنی مثلا اگه مثلا تو بخوای 80 تا سی پی بزنی، اگه پول همون 80 تا رو داشته باشه 80 تا رو همونجا کم میکنه. اگه نداشته باشی مثلا هر ماه مثلا شاید 10,000 تومان 20,000 تومان کم میکنه. اینجوریه. حالا بستگی داره مثلا به چقدر میخوای بزنی. من گفتم بذار یه 10 تا، یه 10 تا چیه، 4 تا از این 10 گایا بزنم ببینم چی میشه. ببین 2 تاشو میخوام برم 20 کاشو میخوام برم هزینه کنم برای گوست میتیک. بعدیش هم میخوام برم چیزو بزنم، زیلاتو بزنم. بعدش هم میخوام برم کیارمو بزنم. بقیه‌اش هم حالا یا نگه میدارم یا میرم. نه، بعدش هم میخوام برم اون گردونی که 2 تا این گان داره رو بزنم. بقیه‌اش هم دیگه نگه میدارم دیگه، که هر وقت چیز خفن اومد بزنم. یا به انتخاب شما یه چی میزنیم. ویدیو هم داره طولانی میشه. حالا ویدیوش رو میذارم، اگه نشدم مثلا نتونستم پول مثلا 40K بزنم، نه یه 10K 20K این حدودا میزنیم دیگه. میزنم اگه شد. حالا نمیدونم توی این اکانت که الان میبینین بزنم یا توی اون یکی اکانتم. به نظر خودم تو اون یکی اکانتم. چرش این اکانت مال یکی از دوستان بوده، حالا داده به، میترسم مثلا اون موقعی که مثلا بزنم روش، مثلا اون موقع بگه میخوام اکانت، اون موقع باید 20K خورده زدم، مثلا 40K زدم دیگه، به کارم نمیاد دیگه. اون موقع نمیتونه بگید بدم بشه. از این حرف حالا معلوم نیست، شایدم نه تو هم اکانت خودم میزنم. خب کار رنگ خدا.